خوش آمدید به سایت ما دی برکر. موضوع امروز در مورد بخشش و اشتی هست، یا در موضوع یا بخشش یا اشتی. بخشش و اشتی برای زندگی مسیحی اساسی هست. فقط از طریق کار اشتی عیسی بر روی صلیب و از طریق تعمید خود می توانیم مطمئن باشیم که با خدا پارسا شمرده ایم. اشتی که ما دریافت کرده ایم نیز تاثیر زیادی بر زندگی ما با افرادی دیگری دارد. اما چگونه می توانیم دیگران را ببخشیم؟ یک فرد گفت: نمیدونم چه کنم. به من گفته شده است بخشیدن وظیفه مسیحیان هست و خداوند میدوند من تلاش خودم را کردم، اما هر بار که او را میبخشم تا مدتی تغییر میکند و سپس دوباره همانطور رفتار میکند. با تمام وجود احساس میکنم اشتباه عمل کردم. او هرگز تغییر نمی کند و فقط من عصبانی تر می شوم. چه باید بکنم؟ من با کسانی برخورد داشتم که تلاش می کنند کسی را ببخشند که مدام به آنها آسیب می زنند. آنها می دونند بخشش وظیفه مسیحیان هست، اما اغلب احساس می کنند یا فریب میخورند یا از آنها سوء استفاده می شود. آنها احساس آشفتگی دارند وقتی باید رفتار خودخواهانه بسیاری از افراد را ببخشند. آیا این همان چیزی است که در بخشش نیاز هست؟ آیا ممکن است کسی را بخشید و با او اشتی کرد؟ به نظر من مهم است که باید تفاوت بین بخشش و اشتی را بدانیم. خدا ما را به بخشش ملزم کرده است، اما همیشه هم نیازی به اشتی نیست. بخشش و اشتی آنها یکی نیستند. متی 6:14 عیسی مسیح فرمود: زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر خطاهای مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید. خدا انتظار دارد افراد بخشیده شده دیگران را نیز ببخشد. با این وجود بخشش با اشتی فرق دارد. شاید بتوان کسی را بخشید بدون آنکه فوری با او اشتی کرد. ممکن است بخشش در چهارچوبه رابطه فرد با خدا جدایی از ارتباط با فرد خطاکار انجام شود. اما اشتی بر اساس احیای رابطه شکسته صورت میگیرد. وقتی اعتماد از بین رفته باشد، گاهی اوقات احیای آن فرایند طولانی دارد. اشتی مشروط به نگرش ها و عمل کرده فرد خطاکار است. با آنکه هدف احیایی و برقرار مجدداً یک رابطه شکسته است، اما کسانی که مرتکب خطاکار قابل توجه و مکرر می شوند باید بپذیرد اشتی فرایند طولانی هست. اگر به راستی توبه نکنند باید بدونند و بپذیرند التیام آسیبی که زده اند به زمان نیاز دارند. در بسیاری از موارد حتی اگر خطاکار به اشتباه خود اقرار و طلب بخشش کند، فرد آسیب دیده و زرد بسیار موجع و درست میتواند بگوید:
من تو را میبخشم، اما شاید مدتی زمان نیاز داشته باشم تا دوباره اعتماد کنم و این رابطه را از نو بسازم. بخشش واقعی دلیلی بر راهی فرد از کینه‌ورزی و انتقام جویی هست، اما همیشه هم رابطه را احیا نمی کند. حتی وقتی خدا گناهان من را می بخشد و عهد نمی دهد که تمام پیامدهای ناشی از آن گناهان را بر می دارد. بله، بخشیده شدن، احیای شدن و مورد اعتماد واقع شدن تجربه هیجان انگیزی هست. اما آسیب زنده ها باید بدونند دیدگاه ها و عملکرد آنها بر روند اعتماد سازی مجدد تاثیر دارد. تنها کلمات و گفتار نمیتوانند اعتماد دوباره بسازند. وقتی کسی به شدت آسیب دیده است و دیگر از احیای رابطه با فرد خطاکار خسته و درمانده شده است، کار درست و منطقی آن هست که به دنبال تغییر در فرد خطاکار باشیم پیش از آنکه دوباره آشتی کنیم. زمان آشتی. روند آشتی به نگارش فرد خطاکار، عمق خیانت او و الگوهای خطا و آسیب بستگی دارد. وقتی طرف آسیب دیده می‌خواهد آشتی کند، اولین و مهمترین گام آن هست که از توبه آن فرد خطاکار مطمئن شوید. لوقا 17:3. پس مراقب خود باشید. اگر برادرت گناه کند، او را توبیخ کن و اگر توبه کرد، ببخشایش. اگر 7 بار در روز به تو گناه ورزد و 7 بار نزد تو بازآید و گوید توبه می کنم، او را ببخشم. خطاکاری که توبه نکرده است از اینکه شما می خواهید از درستی و واقعیت اعتراف و توبه او مطمئن شوید می رنجد. ممکن است به چنین چیزهایی متوسل شود. به نظرم در خود ندیدگی که ما را ببخش، یا چه مسیحی هستی تو. من فکر می کردم مسیحیان به محبت و دلسوزی ایمان دارند. چنین حرفهایی نشان از قلب توبه نکرده دارند. اجازه ندهید تحت تاثیر این حرفها قرار بگیرید و برای حصول اطمینان از درستی توبه و اقرار فرد خطاکار اقدامی نکنید. توصیه می شود در شرایط دشوار از یک مشاور دانا کمک بگیرید. کسی که تفاوت میان بخشش و آشتی را بشناسد. این مشاور می تواند به فرد آسیب دیده کمک کند تا حد و مرزهایی با آشتی تعیین کند که سازنده باشند و تلافی جویانه. احیای واقعی یک رابطه شکست بسیار دشوار است. زمانی که مشخص نیست فرد خطاکار توبه و اعتراف کرده است یا خیر، ما باید سعی کنیم تا جایی که می شود از اعتراف او مطمئن شویم، به خصوص در مواردی که بارها خطا کرده است. البته فقط خدا از دلها آگاه است. ما باید بر اساس کردار آنها را ارزیابی کنیم. عیسی گفت آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. نباید اجازه دهیم توبه ظاهری روی واکنش ما تاثیر بگذارد. اشک ریختن، نمایش یا تصف ظاهری را نباید جایگزین تغییرات واضح و بدیهی در رفتار و نگرش های آنها کرد. 5 نشان توبه راستین.
با این 5 نشانه میتوان به توب راستین فرد خطاکار پی برد. اول، مسئولیت کامل کارهایش را میپذیرد. به جای آنکه بگوید چون تو فکر میکنی من کار اشتباهی کرده ایم یا اگر کاری کرده ام که تو را رنجانده است. دوم، توجیهات دیگران را میپذیرد. سوم، به رفتار آسیب زنده خود یا هر چیزی مرتبط با آن ادامه نمیدهد. چهارم، از اشتباه خود دفاع نمی کند. پنجم، رفتارهای آسیب زنده را نادیده نمیگیرد و یا کم اهمیت جلوه نمیدهد. ششم، از شک به صداقت خود یا لزوم اثبات صداقتش رنجیده خطر نمی شود، به خصوص در مواردی که مدام تکرار می شوند. هفتم، در صورت لزوم تاوان می دهد. اگر بتوانیم دوستی با یک گناهکار توبه نکرده را احیا کنیم و به او نزدیک شویم، عمق محبت خودمان را نشان نداده ایم، بلکه سطح آن را مشخص کرده ایم، زیرا کاری را انجام می دهیم که به خیریت او نیست. بخششی که از نیاز به توبه صرف نظر کند از روی محبت نیست، بلکه از روی احساسات است. راهنمودهایی برای کسانی که در مورد آشتی مردد هستند. کسانی که آسیب‌های جدی و مکرر دیده اند در آشتی با افراد خطاکار مردد هستند. اگر فرد خطاکار به راستی توبه کرده است، می شود درهایی را برای بازسازی رابطه‌ای باز گذاشت، مگر موضوع امنیت باشد. عیسی موضوع آشتی را یک فوریت می دونست. اگر در آشتی مردد هستید، این 2 راهنمود را دنبال کنید. اول، با انگیزهای خودتان رو راستی باشید. مطمئن شوید خواست شما خوشنود خداست، نه انتقام. موضوع بخشش را همانطور که یوسف انجام داد در 4 چوب رابطه با خدا حل کنید. دستور عملهای آشتی نباید تلف جویانه باشند. دوم، در نگارش های خود فروتن باشید. اجازه ندهید غرورتان همه چیز را خراب کند. تمام نگارش های انتقام جویانه نسبت به فرد خطاکار را کنار بگذارید. به عنوان مثال، قرار نیست از کسی بخواهیم که بخشش ما را داشته باشد. موضوع به دست آوردن بخشش نیست، بلکه می‌خواهیم به آشتی واقعی برسیم. این فروتنی می‌طلبد. کسانی که روی انتقام و تلافی تمرکز می‌کنند، اجازه داده‌اند غرور خودخواهان آنها را کنترل کنند. سوم، برای کسی که به شما آسیب زده است دعا کنید. عیسی به شاگردانش یاد داد برای کسانی که با آنها بدرفتاری می‌کند دعا کند. لوقا 6:27. اما ای شما که گوش فرا می‌دهید، به شما می‌گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و به آنان که از شما نفرت دارند نیکی کنید. برای هر که نفرینتان کند برکت بطلبید و هر کسی را که از زرتان دهند دعای خیر کنید. بسیار جالب است که نگارش ما نسبت به دیگران چگونه تغییر می کند وقتی برای آنها دعا می کنیم. دعا کنید که قدرت داشته باشید تا با پیروی از عیسی
به صلح و عشتی برسید. عبرانیان 4:16. 4. راه‌هایی را پیش بگیرید که به رفع مشکل کمک کند. حتی اگر شما دوارش رو نکرده باشید، عدم درک شما، سخنان بی دقت یا کوتاهی در پاسخ دهی بی علاقگی نیز ممکن است این وضعیت را تشدید کرده باشد. در این صورت به راحتی میتوان طوری رفتار کرد که گویا گناهان طرف مقابل روی گناهان شما خط باطلان میکشند و همین باعث می شود شما نگرشی خودخانه داشته باشید و بخشش را به تعقیب بیاندازید. بخشش مشروط. بهترین راه غلبه بر این نوع تمایلات آن هست که با دعا نقش خود را در اختلافات بررسی کنید و سپس هر کاری انجام داده یا نداده اید که می توانسته است بنویسید. 5. با فرد خطاکار صادق باشید. اگر برای درک حقیقت آنچه به شما گفته شده است یا در حق شما انجام شده است به زمان نیاز دارید، با صداقت و رو راستی به طرف مقابل بگویید. با این وجود نباید به عنوان ابزار مجازات یا سوء استفاده از آن استفاده کنید. 6. در مورد تردیدهای خود واقع‌گر باشید. شاید دلیلی برای تردید در عشتی دارید، اما باید آنها را با واقع‌گرایی بیان کنید. برای مثال، گاهی اعترافات و خطاهای مکرر باعث می شوند دیگر نتوان به راحتی به احیای رابطه اعتماد کرد. این یک موضوع کاملا روشن است. دلیل خودتان را به صراحت بیان کنید که چرا به صداقت او تردید دارید. 7. در مورد راهنمودهای احیای رابطه شفاف باشید. راهنمودهای واضح و روشنی برای احیای رابطه ایجاد کنید. شرایطی مانند توان را باید به خوبی درک کرد که شامل فاکتورهایی از این قبیل هست: حفظ مسئولیت مالی، حفظ شغل، پیگیری درمان مصرف مواد مخدر. 8. مراقب نقشه های شیطانی باشید. در افسوسیان 6:7 پولس در مورد احتمال اینکه شاید در زندگی های خودمان به شیطان فرصت می دهیم هشدار می دهد. این هشدار در زمین خشم کنترل نشده داده می شود. او در چنین آیه بعد می نویسد: پس همچون فرزندانی عزیز از خدا سرمشق بگیرید و با محبت رفتار کنید، چنان که مسیح هم ما را محبت کرد و جان خود را در راه ما همچون قربانی و هدیه‌ای اطرافگین به خدا تقدیم نمود. افسوسیان 5:1-3. 9. کنترل خدا را مد نظر بگیرید. پولس رسول می نویسد: هیچ آزمایشی بر شما نیامده که مناسب بشر نباشد. همچنین او به رومیان می نویسد: میدونم در حق آنان که خدا را دوست می دارند و برای طبق اراده او فراخوانده شده اند همه چیزها با هم برای خیریت در کار هست. رومیان 8 نشان 28. وقتی به سختی می توانید کسی را ببخشید، احیای رابطه، فقط بگذارید و با دقت فکر کنید که شاید خدا از آن خطا برای خیریت استفاده می کند. آیا این فرصتی استثنایی برای جلال دادن به خدا نیست؟ چگونه می توانید به دیگران خدمت کنید و در رشد ایمانشان به آنها
یاری برسانید؟ کدوم گناهان و نقاط ضعفتان برداشته می شوند؟ با کدوم یک از ویژگی های شخصیتی خود دچار چالش هستید؟ وقتی متوجه می شوید خدا از فردی که مرتکب اشتباه شده است به صورت ابزار در دستان خود برای بلوغ و رشد شما، خدمت به دیگران و جلال خودش استفاده می کند، شاید بهتر است برای بخشش قدم برداریم. احیای رابطه. در مورد این فرایند واقع بین باشید. اغلب تغییر به زمان و سخت گوشی نیاز دارد. شکست های گاه همیشه هم نشانگر یک قلب توبه نکرده نیست. در این مسیر نیاز به الگوهای رفتاری احساس می شود. آنها می توانند به شدت به زندگی افراد تسلط یابند، اما بهتر است با احتیاط پیش بروید. به تصمیم های پرمسئولیت شخصی که واقعی توبه کرده است دقت کنید. اگر این افراد دچار لغزش شوند، شاید لازم باشد دوباره با آنها رفتار مهربانانه داشته باشید، ببخشید یا آنها اعتراف کنید.